سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حال همتون تک تکتون عالی باشه. تو این شرایط که خودتونم میدونید نت ملی شده و اکثرا وی پی ان خوب ندارید، یک سر قطعی بودم بهتون چند تا وی پی ان خوب معرفی کنم، هم برای آیفون هم برای اندروید، و اینکه چطوری استفاده کنید و چیکار کنید و این چیزا چطور برید دانلود کنید. حالا بدونش معطلی بزن بریم برای اندروید. اول براتون توضیح بدم. بزن بریم. اول فیلتر شکن لیماه. شما اول میرید بخش جستجو فروشگاه پلی، بعد جستجو برنامه رو میزنید، بنویسید فیلتر شکن لیما. بعد از اینکه اینو سرچ کردید و رفتید دانلود کردید، دیگه کارا خوش آسونه دیگه. میرید وصل میکنید و راحت استفاده میکنید. همین دیگه، اینم همینه دیگه. و اینی که وی پی ان هم شاین وی پی ان، میرید همین کارا رو دوباره انجام میدید، میرید فیلتر شکن شاین یا شاین وی پی ان، بعد اینجا اینو جستجو میکنید، بعد دانلود میکنید. یه چیز مهم بگم، من که الان آیفون ندارم همین کارا رو براتون انجام میدم، ولی تو فروشگاه پلی شما که آیفون دارید این ویدیو رو میبینید همین کار رو دقیقاً انجام میدید، ولی تو اپ استورتون. این وی پی ان هم برای اندروید میشه دانلود کرد، هم برای آیفون، مانند کانفینگه. یه جستجو هر اپ استور یا فروشگاه مهم نیست، هر کدوم دارید یه جستجو میکنید وی پی ان خط فاصله ان وی. وقتی که اینو سرچ کردید، اونی که NV به این شکل داره رو میرید دانلود میکنید. حالا من براتون ادامهش الان میذارم چطور برید کانفینگاشو بگیرید. در ادامه کانفینگای NV رو میذارم. اگر شما آیفون دارید و روبیکام دارید که منطقا الان تو این وضعیت باید داشته باشید، الان یه لینک میارم رو صفحه، لینک کانال روبیکامونه. حالا چون تلگرام احتمال داره بعضی نداشته باشن، الان این لینک رو که دارید میبینید برای چنل روبیکامونه که توش الان اون کانفینگ های NV رو توش میذارم. همین دیگه. امیدوارم این ویدیو براتون موثر باشه. موثر میگم چی میگم. خداحافظ.